بچه فرزاد اسکات هستم. خوش اومدید بعد از مدت ها با یه ویدیو جدید دیگه با من. امروز قراره که تو این ویدیو در عرض 4 الی 5 دقیقه واسهتون توضیح بدم که چرا همه ویدیوهای من پاک شد یا چرا تو این 7-8 ماه نتونستم فعالیت بکنم. پس تا آخر ویدیو همراه من باشین. پس let's do this. بچه من امروز اومدم که کامل این موضوع رو واسهتون توضیح بدم و بعد این پرقدرت شروع کنیم ویدیومون رو رکورد کنیم. هر روز قراره که دوباره ویدیو واسهتون بذارم و این ویدیو قراره که دو جور آپلود بشه. یه دونه به زبان خود مادری همون ترکی قراره که رکورد بشه و آپلود بشه و دومی به زبان فارسی که الان دارم ویدیو رو رکورد میکنم واسهتون. خب خلاصه تا بریم سراغ ویدیو. بچه‌ها دلیلش این بود که من دنبال یه هدفی رفتم و این باعث شد که من از کانال و یوتیوب کلا دور بشم و برم دنبال اون هدف و من واقعا اشتباه کردم که از شوق ذوقی که تو کانال یوتیوبم داشتم و ول کردم و رفتم دنبال یه چیزی که واقعا نمیدونم چرا انتخاب کردم و واسهش کلی زحمت کشیدم واسه اون هدف، ولی متاسفانه نشد و خواستم بگم که من دوباره برگشتم. تو کانال یوتیوبم در عرض 1 ماه تونستیم که به 500 سابسکرایب برسیم، یعنی کمکاری نکردیم. هر روز ویدیو گذاشتیم، شورتس ویدیو همیشه ما آپلود میکردیم تو کانال یوتیوبمون در مورد گیم و اینم میخوام اولین ویدیوی من تو کانال یوتیوبم باشه. نمیخوام غمگین کنم یا برم تو فاز چرا مثلا ویدیومو پاک کردم وای دیگه نمیتونم، نه، پرقدرت برگشتیم که بهتره کنیم. پس مرسی که تا الان ویدیو رو تماشا کردین. لایک و سابسکرایب چنل یادتون نره. یادتون باشه قراره که با یوتیوبرهای دیگه هم همکاری بکنیم. کلی گیم های جدید قراره بذاریم تو کانال یوتیوبم. بعد اینکه هر گیمی اومد ما قراره که واسهتون رکورد کنیم با دوستان، چه تنهایی چه گیم پلی های خفن. و اولین سورپرایزی هم که واسهتون دارم با یه یوتیوبر خیلی خفن قراره که ویدیو رکورد کنم، باهاش حرف زدم و بعد دیگه دوستتون دارم. میدونم که حمایت میکنین، هرچند که شکست خوردیم دیگه. واقعا خیلی سخت بود واسم که یکی بشینم همه ویدیوامو پاک کنم. ما تقریبا 135 تا ویدیو داشتیم تو کانال، بعد خیلی برام سخت بود که بشینم یکی همه اینا رو پاک کنم و دیگه گذشته ما برگشتیم پرقدرت. از این به بعد قراره که بهتر کنیم. مرسی، دوستتون دارم، مرسی که هستین. میدونم که دوباره قراره حمایتم کنید. مرسی، واقعا مرسی. اگه شما هم نبودید من به اون 500 سابسکرایبم نمیتونستم برسم، ولی بهتون قول میدم که از این به بعد پرقدرت میریم جلو. کلی گیم های جدید قراره واسهتون بزنم، کلی ریاکت های خفن قراره که واسهتون بذارم. پس لایک و سابسکرایب چنل یادتون نره. پس پیس اوت.